فرض کردم که شما فن ریاضیات میخونید و باره به مسئله دچار شدید که با وجود اندیشه زیاد جوابش رو ندونستید و از حل آن ناچار ماندید. بعد به جای آنکه به قاعده های ریاضی مربوط به این مسئله رو بیاورید و یا از یگان معلم دیگر که متخصص همین فن میباشد یاری طلب کنید، تصمیم گرفتید که راه حل را در قاعده های مخصوص علم کیمیا بجویید. البته که فرق میان این و آن را میدونید. خب بیاید اکنون مسئله گذاری را دیگر خل میکنیم. به جای مسئله ریاضی احکام شریعت و یا به جای قانون های مخصوص کیمیا تفسیرهای زمینی را میگذاریم. اکنون ببینید آنهایی که خود را مفکر و اندیشمند میحسابند برای تفسیر احکام شرعی علم های وحی و فقه را یکسو میگذارند و به جای آن قانون های فلسفی معاصر را استفاده میکنند. بعد دعوا میکنند که فقیهان شریعت را زیر تصرف خود گرفته طبق خواسته های خود تفسیر نمودند. با مسئله حجاب نیز همچون یکی از نمونه های تفسیر معاصر شریعت میتوان از همین دیدگاه نگریست، خصوصا تفسیرهایی که به بخش زنگرایی یا خود فمینیستی تعلق دارند. دیدگاه های فمینیستی که حجاب را از اساس دینی محروم نموده آن را همچون یک عادت یا عرف قرار داده‌اند و آن را زیر نقد و انکار و اعتراض گرفته‌اند، این گروه فمینیستی معاصر به این مسئله چگونه بها داده است؟ چون این بها دادن‌های ایشان به مسئله حجاب نهایت به چی رسیده است؟ پس مانده تاریخ. در کتاب خویش تفسیر معاصر به آثار کهن، محقق و مفکر معاصر مسلمان ابراهیم سکران پدیده به وسیله ابزار تحلیل معاصر غربی به آثار اسلامی مناسبت کردن را مورد بررسی قرار داده است. به اندیشه او کسانی که در مناسبت با آثار اسلامی این اسلوب را به کار میبرند میخواهند مسئله های شرعی را یا محکوم به پسمانده تاریخ بودن کنند و یا زمینه پیدایش آن را به سیاست مربوط سازند. یعنی میخواهند اثبات نمایند که عرب ها از تمدن های پیشین استفاده کرده آثار آن را به اقتباس گرفتند و از آن شریعت اسلامی را ترتیب دادند و یا گفتنی‌اند که برخی از قانون و احکام شرعی در نتیجه نزاع‌های سیاسی در مسیر تاریخ اسلامی به وجود آمده است. حجاب و پسماندگی تاریخی. در این مجال شاهد تلاش‌های زیادی فمینیستی می‌شویم که حجاب را همچون یک چیزی که مسلمانان آن را از دیگران به عاریت گرفته‌اند می‌شمارند. یعنی آن امر نیست که اجرای آن از طرف خداوند از زن‌های مسلمان طلب شده باشد. برای مثال به اندیشه نویسنده مغربی خدیجه صبار حجاب یک پدیده اسلامی نیست و آن به اسلام هیچ ربطی ندارد، بلکه آن به حرم پادشاهان تعلق دارد که مسلمانان آن را از یونانیان، فارسیان و یهودان و راهبان مسیحی از خود کردند. این چنین فمینیست مصری اقبال برکه اشاره بر آن میکند که هنوز آشوریان در عراق در زمانهای پیش از میلاد به زنهای خود سرپوش را بر میکردند. علاوه بر این اقبال برکه بدون یگان دلیل ادعا میکند که دیانت‌های یهودی و مسیحی در مسئله حجاب زیر تأثیر تمدن مصر قدیم ماندند، زیرا معلوم بود که مردان مصر قدیم مویهای خود را میتراشیدند و زنهایشان با مویهای مستعار سر خود را میپوشاندند. به اندیشه اقبال برکه پیش از آن که تورات به زنهای یهودی پوشانیدن سرشان را امر نماید، آنها از این عادت مصری متأثر شده بودند. سپس به زنهای مسیحی در انجیل امر شد و نهایت حجاب به یک حکم شرعی تبدیل یافت که به آن مصریان قدیم سبب شده بودند. این چنین به اندیشه او در نیم جزیره عرب حجاب از آن سبب پهن شده است که آن به طبیعت منطقه بیابانی مناسب میباشد، زیرا طبیعت بیابانی باشندگان آن را وادار به آن میکند که خود را از تاثیر آفتاب سوزان درون لباس پنهان دارد. در این صدد میبینیم که نویسنده مصری تبار آمریکایی لیلا احمد تاکید بر آن میکند که حجاب پوشیدن زن مسلمان در نتیجه به طور طبیعی از خود کردن عادات خلقهای دیگر از قبیل ساسانیان در عراق ایران که مسلمانان آنها را شکست داده بودند و جامعه های مسیحی در منطقه بحر میانه زمین که هنگام پیدایش اسلام نفوذ داشتند به وجود آمده است. بعد تأمل این و امثال این گفته ها که مجال گفتن آن حال و تنگی میکند، میتوان به صورت آشکار دید که در این تحلیل و تفسیر مربوط به دیدگاه فمینیستی چگونه برهم و درهمی وجود دارد. برای درک درست این مسئله میتوان به نظریه نقد معاصر غربی که زوراً خود را به تفسیر تاریخ بار میکند و برای تاریخ انسانیت تنها یک قصه درست را پیشکش میسازد تکیه نمایید. طبق این قصه در تفسیر تاریخ قانونگذاری اسلامی عامل اساسی صرف نظر می شود. عامل اسلام بودن دین آدم، پدر تمام انسانیت، دین شماره زیادی انبیا و رسولان که برای ادای رسالت دعوت به این عالم فرستاده شدند و تاریخ را به وسیله عیناً همین اسلام ساختند. این حقیقت در حدیثی که امام بخاری از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت نمودند که پیامبران برادران از یک پدرند، دینشان یگانه
مسلمانانه یعنی اسلام و شریعتشان گوناگون میباشد. وقت مسئله را با استفاده از چنین ابزار مهم تفسیری بررسی میکنیم به هیچ وجه صرف نظر از آن نمیشود که وجود حجاب در تمدن‌های پیشین از باقی مانده شریعت‌های پیامبران گذشته میباشد، شریعت‌هایی که همه با پوشش یافتن و زیر حشمت درآمدن امر میکردند. در این صورت اسلام متهم به آن نمیگردد که چیزی را از تمدن‌های دیگری پیشین به اقتباس گرفته است، بلکه برعکس این تمدن‌های قدیم بودند که از باقی مانده شریعت‌های آسمانی متأثر شدند. به این مسئله محقق ملاک جوهنی اشاره نموده چنین میگوید: اسلوب تفسیر فمینیستی حجاب را به تأثر گرفتن از تمدن‌های کهن نسبت می‌دهد، اسلوب کاربرد عکسی دلیل به شمار می‌رود، زیرا بجای آنکه جای داشتن حجاب در فرهنگ‌های کهن دلیل بر آن باشد که حجاب در شریعت‌های پیامبران به آن قوم و ملت‌ها فرستاده شده وجود داشته است، فمینیستان دلیل را برعکس استفاده کرده و آن را به نفع خود به کار بردند و حجاب را از زمره عادت‌های شماریدند که مبارزه برای ریشه‌کن کردن آن را وظیفه جهانی خود قرار دادند. ولی آیا مسئله به همین محدود ما و یا دیدگاه فمینیستی برای گول زدن مردم از حتمیت حجاب راه دیگری یافت؟ یک کتازی در میدان. بیاید اکنون کمی به قفا میریم و همراه آن زمینه سیاسی کنی که ابراهیم سکران به آن اشاره کرده بود به خاطر می‌آوریم. زمینه‌ای که به وسیله آن دیدگاه معاصر به قوانین و احکام اسلامی همچون ثمره مبارزه سیاسی که به پیدا شدن چنین احکام و قوانین باعث شده است می‌نگرد. اکنون از این زاویه به دیدگاه فمینیستی درباره حجاب می‌نگریم و می‌بینیم که این دیدگاه فضای عام جمعیت اسلامی را به دو فضا، یک فضای عام که مخصوص مردان است و زیر اداره آنها قرار دارد و فضای خاص که زن در آن محبوس است و از دخالت به حیات عامه محروم شده است. از اینجاست که حجاب یک ابزار به دست مردم بود که به یاری آن زن را از فضای عام و میدان سیاسی دور کردند. چون این طرز مسئله گذاری به طور آشکار در نوشته های یکی از پیشصفان دعوت فمینیستی در منطقه عربی فاطمه مرنیسی دیده می شود، زیرا او در نوشته های خود موقع حضرت ام سلمه را در حادثه از بند آزاد کردن ابولبابه به طرز عجیب تحلیل میکند. ابولبابه صحابی بود که خود را به ستون مسجد میبندد و عهد میکند که بند او را غیر از پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی دیگر نکشاید، زیرا او به یهودان بنی قریظه خبر داده بود که پیامبر در حق آنها چه حکم کرده اند پیش از آن که خود پیامبر این خبر را به آنها افشا نماید. وقتی حکم خداوند درباره بخشیده شدن ابولبابه نازل می شود و ام سلمه از آن آگاه می شود، از پیامبر میپرسد که ای رسول خدا آیا او را خبردار کنم؟ پیامبر فرمودند بله اگر بخواهی. بعد ام سلمه به نزد در حجره خود که در رو برای مسجد بود میبراید و به ابولبابه این مژده را میرساند. این حادثه را فاطمه مرنیسی فمینیست به طور عجیب و غریب تحلیل و بررسی نموده خلاصه میکند که ام سلمه با این کار خود به کاری از بند رها کردن یک اسیر سیاسی دخالت نموده است، چون او رأی خود را به سلطه سیاسی که در شخصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم تجسم یافته بود ارائه نمود و وقتی که جواب مثبت گرفت در حال به تطبیق آن شتابید. از بس که این حادثه پیش از فرض شدن حجاب بود، به اندیشه مرنیسی زن از قدرت دخالت به کارهای سیاسی و مشارکت در مجال عام برخوردار بود تا زمانی که آیت حجاب نازل شد و زنان را از میدان بیرون نمود و آنها را از دسترسی به مجال عام محروم ساخت. گذشته از آن که فاطمه مرنیسی زیر تاثیر دیدگاه شخصی حجاب را با محروم کردن از مجال سیاسی مربوط می‌حسابد، خود روایت و نقل حادثه نیز به تدقیق تاریخی نیاز دارد، زیرا قرار درباره از بند رها کردن ابولبابه از طرف پیامبر صلی الله علیه و سلم گرفته نشده بود، بلکه آن از طرف الله تعالی صادر شد، چنانچه ابن اسحاق نقل می‌کند. علاوه بر این نقش ام سلمه در این حادثه تنها به مژده رسانیدن منحصر بوده است و بس. عاید به این مسئله جوهنی ابراز نظر نموده حادثه ام هانی را شاهد می‌آورد. ام هانی در حادثه فتح مکه به ابن حبیره از قتل شدن پناه می‌دهد. این حادثه سال 8 هجری بعد فرض شدن حجاب رخ داده بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم به حکم ام هانی راضی می‌شوند و می‌فرمایند به هر کسی که تو پناه داده ای
ما نیز پناه دادیم ای ام هانی. اگر عملکرد ام سلمه پیش از فرض شدن حجاب ابراز موقع سیاسی نباشد، چون او به صادر شدن قرار یگان دخالت نداشت، پس عملکرد ام هانی بعد از فرض شدن حجاب حادثه می باشد که آشکار به مناسبت نیک اسلام به زنان دلالت میکند، چون ضمن این حادثه حکم یک زن و مشارکت او در مجال عام به خوبی اعتراف گردید. معلوم میشود که حجاب زنان را از مجال سیاسی محروم نکرده است. باز امام بخاری روایت میکنند که عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه 3 روز تمام با اهل مدینه مشورت میکردند و اندیشه آنان را درباره کسی که بعد حضرت عمر خلیفه میشود میپرسیدند، از جمله از همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز مشورت میخواستند و نهایت اختیار بالای عثمان ابن عفان رضی الله عنه افتید. مادامی که زنان در انتخاب خلیفه و سرور 4 جهان اشتراک میکنند، بر کدام اساس برخی جاری شدن حجاب را همچون محروم نمودن زنان از مجال سیاسی و یک کتازی در میدان اداره معنی داد کردن میشوند؟ حجاب همچون رمز و نشانه اجتماعی. دعوت‌های فمینیستی به آنکه پیدایش حجاب را به سرچشمه‌های غیر دینی نسبت دادند اکتفا نکرده، بلکه فراتر از این رفتند. برای مثال نویسنده تونسی رجا سلام میگوید حجاب بیانگری منسوبیتی طبقوی میباشد، یعنی حجاب رمز میباشد که از قوت اقتصادی و ابرومندی اجتماعی و سیاسی درک میدهد، زیرا مردی که همسرش در خانه حجاب میگیرد مرد میباشد که به تأمین او با خدمتگاران برای برآوردن نیازهای او امکان دارد، در حالی که رعایت گردیدن امر حجاب میان تمام مسلمانان نوابسته از طبقه های اجتماعیشان طول تاریخ یک امر واقعی بوده، به اثبات آن کسی احتیاج نمیبیند. نویسنده دیگری تونسی آمال قرامی نیز به همین اندیشه همراهی نموده است. اندیشه او فقیهان در عهد ممالک زنان را از پوشیدن سله که رمز عزت و شرف بود از آن سبب منع نموده بودند که او را از این مرتبه بلند محروم نمایند. میلاک جوهانی به این تعجب به اندیشه ایراد گرفته چنین میگوید: طوری میبینیم دعوت فمینیستی سرپوش زنان را در زمان پیش رمزی مرتبه بلند میحسابد، ولی در زمان معاصر به زنی که سر خود را میپوشاند چنین مقام را نمیدهد، بلکه آن را خاصی مردم میشمارد، به سردرگمی میافتد. نوبسته از آن چنین دعوت ها زن حجاب گرفته را تنها به خاطر آنکه حجاب به سر کرده است به زینه پست میبرد. در ادامه ربط دادن حجاب به رمز و نشانه های عجایب و غریب رجا سلامه ادعا میکند که زن طبق فرهنگ حجاب گناهکار به دنیا میآید، باید که هر روز بیگناه بودن خود را ثابت نماید. سرپوش نشانه گناهکاری بوده، اثبات بیگناهی از آن محال میباشد. گذشته از این حجاب افادهگری آن است که سلطه به دست مردان است و زن یک مخلوق حقیر و ناچیز میباشد. علاوه بر این حجاب وسیله است که با یاری آن زوراً میان مرد و زن فرق میگذارند که در نتیجه آن مرد صاحب امتیازهای میگردد که زن از آن محروم است. از همین جاست که نویسنده دیگری تونسی اقبال غربی حجاب را رمز تفسیر عقب ماندگی شریعت حسابیده است، تبعیض در مقابل دیگران. از طرف دیگر درباره رمزیت حجاب اندیشه دیگر نیز بروز کرده. این نوبت آن زاده دعوت فمینیستی نبوده، بلکه از طرف عالم جامعه شناس فرانسوی پیر باردو مطرح شده است. به اندیشه او حجاب جزایری در عهد استیلای الجزایر از طرف فرانسه وظیفه اشاره را ادا میکرد که از آن با شعورانه برای بیان مقاومت بر ضد قوه‌های بیگانه و فرهنگ بیرونه استفاده میشد. در عین زمان وفاداری و پایبندی به ارزشاتی که مخصوص جامعه مسلمان الجزایری بود به همین وسیله افاده میکرد. به اندیشه باردو حجاب نماد اساسی اسلام و جز اجرا نشونده آن بود. از اینجاست که رمزیت آن چنین برملا و واضح و به چنین قوت آمده است که به جامعه مسلمانی همچون دیواری پاسدار خدمت میکند. بنابر همین اساس کاترزون فلج که محقق تاریخ استیلای الجزایر درباره صحنه‌های حجاب پرتایی زنان در الجزایر میگوید که آن بخشی از معرکه استیلاگری است که به خاطر نشان دادن آنکه زنان مسلمان ارزشات اروپایی را قبول نموده از مبارزه استقلال خواهی دست میکشند براه مانده شده. یعنی اون نیز حجاب را همچون رمز اصلی شرح و تفسیر میکنه. در مقابل دعوت فمینیستی امروز نسبت به حجاب موقع دشمنی را گرفته است. بنابراین به تفسیرهای سفسطه آمیز خود که به هیچ دلیل اعتماد نمیکند بر ضد دلیل‌های شرعی برآمده است. این دشمنی باعث شده که حجاب را رمزی ظلم و محرومیت و پستی حسابیده تلاش میکند که فرض بودن آن را با هر راه و واسطه انکار نماید و آن همه دلیل‌های شرعی و اتفاق مسلمانان را طول 14 عصر به اعتبار نمیگیرد. این همه موقع‌گیری‌ها ما را وادار به آن میکند که
بپرسیم که آیا دعوت فمینیستی حقیقت را میجست و بعد جستجوی به خلاصه رسید که حجاب را انکار نماید و یا از آغاز حجاب را انکار نموده بعد برای اثبات این موقع خود حقیقت گفته است؟